إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. آیه 33 سوره بنی اسرائیل یا سوره اسراء. آیات قبلی الله متعال موضوع توحید خدا بیان کرده بود. بعد از موضوع توحید موضوع خدمت پدر و مادر، احسان با پدر و مادر با تفصیل ذکر کرده بود. پس از الله متعال برای ما و شما امر به انفاق کرده بود، رفتن در دین خود در میانه رو. و پس از الله متعال برای ما بعضی سلسله هایی که سبب بدبختی انسان هم در دنیا میشه هم در آخرت و مانع میشه به این که انسان به مو کرامات و سعادتی که الله نوشته کرده مانع و کرامات شوه، امو امور الله ذکر میکنه تا از او اجتناب شوه. امر اولی که بعد از شرک الله ذکر میکنه عدم قتل اولاد است. اولاد جگرگوشیت است. چطور شده میتونه نعوذ بالله که تو را به خاطر از اینکه ما گرسنه نشم یا حق ما کم نشوه اولاد تو قتل بکنی. زمان جاهلیت امی کارا بود. با آمدن رسول الله صلی الله علیه وسلم و دادن فکر از اینکه الله رزاق است، اتکا به اسباب و وسایل مادی نمیشه، رزق تقسیمش پیش الله است، دادنش پیش الله است. یک آدم خیلی زحمت و خواری زیاد میکنه، صبح تا بیگار میدوه، در آخر سال آنقدر تاوانی میشه که اصل پیسه خودم پیدا کردن نمیتونه. این کلش تعلق به الله متعال داره. ما بارها گفتیم که به صفات الله علم داشتن این بسیار راحت به انسان نصیب میکنه. وقتی صفات الله را آشنا میشی که الله رزاق است و اتکا بالای اسباب نمیشه. البته اسباب استعمالش الله امر کرده، اما اسباب مؤثر نیست. نه تجارت مؤثر است، نه زراعت مؤثر است، نه صنعت مؤثر است. اصل تاثیر الله متعال گذاشته. بس اوقات در عمل کم الله بر تو مفاد زیاد میده و بس اوقات در عمل خیلی زیاد حتی مفاد چی میکنی که اصل سری پولم به دستت نمیاد. از امو خاطر مؤمن عقیده داره که اصل تقسیم رزق به الله متعال تعلق داره و او تقسیم میکنه. انسان با وسایل مادی قطعا اتکا نمیکنه. بعد از الله متعال یک امر که مفسده اجتماعی است، سبب اختلاط نسب بشه، یک بدبختی بزرگ است، مفاسد در جامعه پیدا میکنه، مسئله زنا بود. الله متعال از اون منع کرد و او را فاحشه گفت، او را راه و روش خیلی زشت و بیکاره تلقی کرد. بله انسان هایی که طبیعت خوب داره، غیرت داره، حیثیت داره، عزت داره، امیر قم است. از امو خاطر است بدی مسئله زنا مثل که در قرآن کریم ذکر شده، در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی زیاد ذکر شده. پیغمبر علیه السلام در یک حدیث میگه که آسمان ها و زمین لعنت میگه بالای زانیا، کسی که زنا را مرتکب میشه. در یک حدیثی که عرصه موضوعی که فعلا در دم رو داریم از حدیث ابن مسعود رضی الله عنه است و از پیغمبر علیه السلام سوال میکنه ای ذنب اکبر، کدام گناه خیلی بزرگ است؟ با پیغمبر علیه السلام میگه ای ذنب عند الله اکبر، کدام گناه به نزد الله متعال خیلی بزرگ است؟ پیغمبر علیه السلام برش میفرماید ان تجعل لله ندا وهو خلقك، که تو برای الله شریک بگردانی در حالی که الله تو را پیدا کرده. عجیب است خالقت الله باشه اما باز دیگه تربیت تو هم مگه پایت به دیگه کس حواله کنه. مثل که سالا امیر قم شده بود، اولاد پیدا میشد لیکن برای باقی ماندنش چه بند پیر صاحب ضرور بود که پیر صاحب بند بده بعد از او باقی میمانه، یا میگفت که ام صبیان داره تا که پیر صاحبی را بند نده ای زنده باقی نمیمانه. پیدا را الله کرده، پیر صاحب هیچ خبر نداره، او هیچ علم نداره، خودش چیزی نمیتونه، لیکن برای باقی ماندن اولاد خود نظر و نیاز به نام باباها میگیریم. این عجیب است. این بزرگترین گناه است. الله متعال از این که در گناه بزرگ دیگه مقرر نکرده که شرک است و این تباکن است. تباکن. بعد از او ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید ثم ایو، باز کدام گناه خیلی بزرگ است؟ پیغمبر علیه السلام میگه ان تقتل ولدک خشیه ان یطعم معک،
که تو اولادی تا قتل بکنی از ترس از اینکه امروی تو طعام بخوره. عجیب است، رزق الله میده و تو اولاد قتل میکنی به خاطر از اینکه از رزق تو کم نشه. به این عقیده رازق الله متعال است. بابای تا این دیگه مخلوقه. تو انسان هستی، خیلی تلاش و کوشش میکنی، این پرنده ها را کی رزق میده، این مرچه ها را کی رزق میده، این ماهی ها را کی رزق میده. الله متعال انتظام دادن رزق به همه مخلوقی خود به یک شیوه متناسب مقرر کرده، تقسیم کرده. عجیب است. در چی حیات الحیوان موضوع یک ماهی را ذکر میکنه که از دستی که گوشت میخوره دندانایش یک دم در خارشت میاد، نمیتونه که چی بکنه و دهن خود عذاب میکشه به خاطر که هوا بخوره زیاد خارشت میکنه. الله متعال پرنده را پیدا کرده که دو پر داره و پرایش مثل نیزه وارست. همین پرنده در او داخل میشه، در دو کامی از او اردو پرای خود بند میکنه. مایی بعد از او نمیتونه که چی خود دهن خود بند کنه. امی گنجشک و امی پرنده از دندانای از او مکمل گوشتا را ورداشته را ایسته. الله متعال اینی قسم کرده. ما میبینیم عالم حیوانات شما مشاهده میکنی، عالم بحر، الله متعال چه قسم انتظام رزق برای تمام مخلوقات خود کرده. افسوس است که انسان هم مرا مشاهده میکنه ولی بازم نعوذ بالله جگرگوشی خود قتل کنه که قتلش رزق نخوره. سوم امری که پیغمبر علیه الصلاة والسلام باز ابن مسعود رضی الله عنه سوال کرد ثم ایو، باز کدام گناه خیلی بزرگ است؟ پیغمبر علیه السلام برش گفت که انتزانی حلیل تجارک، انتزانی بحلیل تجارک، که تو زنا بکنی به امرای همسر امسایه. چرا؟ امسایه اعتماد سری تو داره، امسایه همیشه اتکا به تو داره، کمال شفقت، کمال مهربانی و معاونت امرای تو داره، اما تو در حقش خیانت میکنی. این سه گناه بزرگترین گناه است که در این حدیث پیغمبر علیه السلام بیان میکنه. جوان آمد پیش پیغمبر علیه السلام، در مجلس پیغمبر علیه السلام اجازه طلب کرد، گفت ایزن لی، برای من اجازه بده به زنا کردن، نعوذ بالله. صحابه کرام یک دم به قهر شدن، قریب کی را بزنه. پیغمبر علیه السلام برش میگه نه دکه ندیشا. طلب کرد برش، خودی جوان طلب میکنه، برش میگه آیا تو ایره خوش داری که به امرای مادری دمی کار شود؟ گفت کلا قطعا نه. پیغمبر علیه السلام شروع کرد امرای خواهر، امرای عمه، امرای خاله، همین قسم کلش بیان کرده میرفت. جوان میگفت من خوش ندارم. گفت وقتی که تو خوش نداری کلی مردم این رقم خوش نداره، با خواهرش، با مادرش، با عمش، با خالش کسی گپ غلط نزنه. یقینا این درس رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار باریکات داره. چطور باریکات داره؟ کسی که در معرض تاوان و موقع ضرب قرار میگیره، تو خودت در جای از او قرار بده. آیا خودت قبول داری؟ ما بارها گفتم او دریور و کلینری که شیشه های گوناگون نصب کرده در موتری خود و زمانی که زن و دختر بالا میشه، باز نظر بر رواج غلطی وطن زن و دختر در پالی موتروان میشینه، عکسای چتی را اونجا لگانده میباشه و بعد از او فتیه که نعوذ بالله اینطور کلمات استعمال میکنه که به الله قسم شرم انسان میاد، خجالت میکشه انسان او امور چالان میکنه. از زمین دریور سوال کو، تو را به الله قسم اگه خواهر و مادر و زنی تو باشه و کسی دیگری همین قسم بکنه خوش داری؟ نه. اگر زنی تو وقتی حرکت میکنه در بسته کاستر پردارم تا میکنی، میگی که زنی مرا خواهر مرا کسی نبینه، همین قسم به اعزاز میبری در یک جای انتقال میدی. اما خواهر مسلمان دیگه که در پالید بالا میشه انقدر توهین و تحقیر میکنی که هیچ پرسان نکن. کلینرها را شما مشاهده میکنی، یک کلش ناشی از جهالت و عدم عقیده است. امروز اگر یک خواهر یک جای توهین و تحقیر میشه، ای از دستی عزیزه که در ملت هوش نیست، در ملت ای گپ نیست که ما چی مسئولیت در برابر ازی دارم. رسول الله جوان امیر رقم گفت، جوان در عمر خود بعد از او حتی کج برای یک دختر سعی نکرد. چرا؟ نصیحت رسول الله در قلبش جاگزین شد. اینطور نصیحت برش کرد که راستی هم همونطور است. جوان فهمید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینطور گپی را برش بیان کرده، اینطور گپی را گفته که در قلبش تاثیر کرده. قلبش هم اینطور تاثیر میکنه. خوشداری با دخترید، با همشیریت، با زنید، با مادرید، کسی در موبایل مسیج روان کنه، گپای غلط بزنه، یا در مسیری را، یا در موتر، یا در هر جای،
نظر بیجا بکنه. اگر کسی وجدان داشته باشه گاهی هم امیر قبول نمیکنه. پس وقتی که اینمی قسم در مقابل اقربای خودت هستی، یک دختر مسلمان من حیث مسلمان همشیری دینیت است، همشیری دینیت است، تو باید کمال احترام برای ازو قائل باشی. همینطور فکر بکنی، خصوصا در موقعی که سری تو اعتماد میکنه، او سری تو اعتماد دارد، او طور موقع مثل که اینجا دمی حدیث اشاره به میسته، همسایه بالا همسایه خود اعتماد داره، از او خاطر دروازه خود بسته نمیکنه، آزاد رفت و آمد داره، به خاطر ازی که حس همسایه‌داری و اسلامی داره. اما تو در مقابل خیانت بکنی، از همون خاطر هنگامی که از طرف کسی بالایت اعتماد میشه و تو در این عین اعتماد خیانت میکنی، این گناه بزرگ است که در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کرد. اینی طریقه فاماندن است. دعوت دیدی صحابه کرام قر شده بودی جوانه بزنه، پیغمبری توری زدن نکرد، زدن فکری کرد. ایره مردم میگه دعوت، او را به مغز سخن آشنا ساخت که اصلی سخن از کجا نشأت میکنه و چه قسم است. بعد از الله متعال مسئله قتل ذکر میکنه. یک انسان خیلی اهمیت داره، وجود یک انسان، حیات یک انسان، این خیلی اهمیت داره. چرا؟ انسان الله ارزش داده، در بین مخلوقات ایرس گل سری سبد جور کرده و تو میگیری حیات از او را دربات میکنی. امروز حقوق بشر داد میزنه و فکر میکنه که ما نظم در جهان پیاده کرده میتونیم. این کلش گپای غلط است. برنامه‌ای که اسلام برای پیروان خود پیش میکنه، اینی برنامه هاست که تمام حقوق انسانیت محفوظ میشه، هیچ کس مورد تعرض و نعوذ بالله ظلم قرار نمیگیره. در اینجا هیچ کسی مستثنا نیست. پادشاهی وقت اگر ادناترین ظلم میکنه در محکمه کشانده میشه، حکم الله متعال به کلگی یکسان است. اما امروز دنیا کل در اختیار 5 مملکت قرار داره. امو کسایی که حق ویتو داره، ویتو هر مسئله را که گفت که نمیشه ولو که ظلم سیل واری روان باشه خلاص. امروز میبینی ظلما سیل واری روان است، 3 مملکت یک طرف میشه، 2 مملکت دیگه طرف میشه. این کارا را توسط عزیز ظلم زیاد میشه، مردم عقده میگیره. امروز دنیای غرب چرا مردمی قدر عقده‌مند است در مقابلش؟ به خاطری که در جای خود در خانه خود ننشسته. امریکا در کجاست؟ افغانستان در کجاست؟ امریکا در کجاست؟ عراق در کجاست؟ از اونجا حرکت کرده آمد حمله کرده، از او خاطر خونی مردم در جوش میاد و خو مجبور هستن که مقابله بکنه یا نمیگذاره. به توسط این قوانین امن نمیاد، امن توسط قانون اسلام میاد. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، شما قتل نکنی و نفسی را حرم الله که حرام ساخته تعرض به او نفس الله متعال. مطلق نفس حرام ساخته تعرضش، آبرو ریزیش، قتل، ضرب، شتم امره الا بالحق، مگر با واسطه حق. اگر به حق تعرض کردن برش جایز باشه و جدا مسئله است. او در حدیث ذکر است، حدیث ابن مسعود رضی الله عنه است: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد الله اله الا الله و انی رسول الله الا بثلاث. حلال نیست ریختن خون یک مسلمان که شاهدی به وحدانیت الله و به رسالت رسول الله میده مگر با 3 چیز. چیستا النفس بالنفس، یکیش نفس در مقابل نفس است. اگر میخیزه کسی را قتل میکنه در مقابل قصاص میشه. دومش سیب زانی است، و کسی که توی کده اگر زن است اگر مرد است لیکن باز زنا میکنه سنگسار میشه. و سومش کسی که المارق من الدین، از دین برآمده، المفارق چیستا الجماعه، جدا شونده از جماعت مسلمان ها هست. اینی آدم مرتد است، این قابل چی است؟ کشتن است. این را شریعت اجازه داده. چرا اجازه داده؟ فلسفه علیده است. این برای خود یک چیستا موضوع خیلی مهم است که چرا الله متعال دی جنایات یا دی گناه ها اینمی قسم جزا را مقرر کرده. این نکته ها را دنیای غرب نمیدانه، کسی که کور است نمیدانه، کسی که بصیرت داره، بصیرت قلبی میدانه که توسط قانون الله مسئولیت خون کل انسانیت میشه، کسی تعرض نمیکنه. الله میگه نفس شما قتل نکنه. و من قتل مظلوما، کسی که به ظلم کشته شود، حقی کشته نداشت لیکن مردم او را کشت، فقط جعلنا لی ولی، الله میگه ما گردانیدیم برای وارثی ازی، وارث اینمی مقتول چی گردانیدیم؟ سلطانا، سلطه و قدرت و اختیار برش مقرر کردیم که یا قصاص کنه این مرد کرده، یا عفو کنه، یا دیت بگیره.
اینی اختیار الله متعال به وارث مقتول داده توسط محکمه اسلامی. فلا یسرف فی القتل، اسلام حدود نگاه میکنه. سیست که تو سر ظلم شده، اما در وقت انتقام که الله مقرر کرده تو زیاده روی کرده نمیتونی. از همون خاطر است قتل اگر شد تو قتل نمیتونی که برادر مرا قتل کرده، بچه مرا قتل کرده، من قتل میکنم. یا والا به حکومت شده. چرا؟ اگر بری تو بده، تو حتما نظر به اونمو دردی که در دلت موجود است سری از او ظلم میکنی. الله متعال میگه که اسراف در قتل نشوه، در حدود شریعت و قصاص میشه. اسراف در قتل در 3 چیز اسراف میشه. قاتل نمیکشی، بیادرش میکشی، اسراف در قتل است. اونجا قتل کرده میره صلح میکنه، صلح را در چی میکنه؟ بد میده. خودشانم نامیشه بد گذاشته. جانی قاتل است، برادر است، تمام روز نعوذ بالله از دستی که بیدین است، شرابخور است، قمارباز است، فاسق است، لیکن دختری متدینش میره در بد داده میشه. امین ملای ناملا نکای زیر بسته میکنه. یک دکی بسته میکنه. شما بگوید امین ملا را آورده، امین ملا را سوال کنی که لعنت الله سری تو باشه که آیا امین عقد جایز است یا نه؟ آیا در اسلام در جنایت برادر دختر به نکاح داده میشه؟ این در کجاست؟ من که میگم که علما خود پای خود محکم بکنه، یقین به الله بکنه اگر مردم گناه کرده بتانه. مردم گناه کرده نمیتونه که ملا پای خود بند کنه. قاتل برادر است، در آتش میسوزه کی؟ امشیره. سالا او امشیره دیگه روزی خوبی نداره. زنا کرده برادر، در حقش کی میسوزه؟ حالا دخترش بگیره. جنایت کرده بگیرش. از او خاطر شما بفهمه که خوبی ها و مزایای محکمه اسلام و قانون اسلام چطور است. حالی در عرف و رواج مردم جنایت یکی میکنه، لیکن در آتش دیگه کس میسوزه. اسراف در قتلی را میگه که قاتل نمیکشی، دیگه کس در عوضش میکشی. اسراف در قتلی را میگه که یکی را کشته تو 2 میکشی. اسراف در قتلی را میگه که مسلم میکنی، بینیش قطع میکنی، گوشش قطع میکنی، چشمش میکشی، اعضایش یک قسم میکنی. الله متعال در حین انتقام جویی تو را اجازه نداده که از حد تجاوز بکنی. مسلمان امور میگه که در این موقع به مو حد استادگی بکنه که اسلام برش قائل است، زیادت نکنه. انه کان منصورا، یقینا نمی وارث مقتول نصرت امرش کرده شده از طرف الله، یا به طریق حکمت ایره موقع میده که چیره قاتل قصاص کنه، یا منصور است توسط دلیل. الله برش دلیل داده چرا او را قتل کردی. الله قتل نفس منع کرده، اما بیا قماندان صاحب امر میکرد بزن، جنابی بادیگاردش بر جر نفر میکشه. خیرت است، من تابع امر استم. این بادیگارد باز میره. الله متعال برش میگه که امر ما خیلی بسیار بالا بود، قوت داشت، یعنی که امر قماندان. من خواهم تو را امر کرده بودم نماز بخوان، روزه بگی، و از همین کار من نکرده بودم. تو چطور میگی در این مورد؟ چی میگی در این مورد؟ جواب داره. امر الله را بجا نمیکنه، امر قماندان بجا میکنه. یک تعداد دوستا که میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. از همین مردکه سوال بکنه که تو این آیت همیشه دلیل میگیری که کسی فیصله به حکم الله نکنه او کافر است. الله حکم کرده، این یک حکم است که شما نفس قتل نکنی، لیکن آدم قتل میکنه، کافر برش میگی یا نه؟ جنازهش میخوانی یا نه؟ چی میکنی در این مورد؟ سعی کو جناب محترم 4 روز اخبار سعی کدی معلومات قرآن و حدیث نداری، فتوای کفر به هر کس صادر کرده رایستی. تو معنا و مفهوم حکم نمیفهمی اصلا که حکم چی را میگه. جناب تو یک دفعه در تفسیر بشی، بی مطالعه بکو. اگر مطلق حکم بگیری، یک نفر برای ما آمده بود، برای من میگه که مولوی صاحب این آیت است، کسی که با آن چیزی که الله نازل کرده حکم نکنه او کافر است. من خیلی فیصله نکنه، مراد از فیصله چیست؟ عمل نکنه. من گفتم به می عقیده داری؟ گفت بله. ها چرا؟ من گفتم خیر می حکم برام بگو، هر چیزی که الله امر کرده یا پیغمبر امر کرده حکم است؟ گفت بله حکم است. ریشش کل بود. من گفتم خیر تو کافر هستی. گفت چرا؟ من گفتم پیغمبر برات گفته که ارخ اللحا، اوفر اللحا، وعف اللحا، ریشایتان دراز بگذاری. حالی تو این حکم پیغمبر عملی نکردی، چطور است؟
مردکه یک دم تکان خورد. من گفتم خلاص به فتوای خودت خود کافر کرده ای. چرا که مفهوم حکم نمیفهمی. او حکمی که در او آیت قرآن ذکر شده این حکم نمیگه. نه عمل کردن به یک امری که الله یا رسول الله فرمان داده دو جهت داره. یکی نه عمل کردن از نه عقیده داشتن است که این درست نیست، این غلط است، این کفر است. چرا که این امر الله را یا رسول الله را تو توهین کردی، تحقیر کردی. یکی نه عمل کردن بنابر تابعداری خواهشات نفسانی است. نفس سرت غلبه کرده، خواهش سرت غلبه کرده. یک آدم زنا میکنه شهوت سرش غلبه کرده، حکم الله را میده کرده، این را کافر بگی؟ کافر گفته نمیتونی. از او خاطر در دوستا من توصیه میکنم او جوانا فریب یک تعداد مردم نخوره و من نام سلفیت هم بد کرده. در جامعه به سلفیت از نظر ازواج دیده میشه که البته کلی سلفی ها امیر رقم است و طور نیسته. ما الحمدلله داخل حدود دین کسی را هم خصوصا در مسئله نسبت کفر و شرک به مردم بسیار از احتیاط کار میگیریم. چیز رد داریم به که نعوذ بالله شمشیر بگیریم مرکز کافر بگیم، طوری نمی کنیم. ما میبینیم کلی گپاره بعد از بر ما وضاحت شوه بله کافر که کفرش واضح شده باشه. یک آدم توهین میکنه اسلام، حتی یک ادنا سنت رسول الله را توهین کنه بالکل کافر است. منظورم چیسته که امی بادیگارد وقتی که قماندان برش امر میکرد بزن نمیگفت که من مامور در چی چیز هستم، در داخل چوکات دین تابعداری از این سرم است یا نه که خارج چوکات دین. اگر خلاف فرمان الله و رسول الله سرم امر بکنه بپذیرم یا نپذیرم؟ نه. دین روز گفتیم که پدر و مادر نزدیکترین اشخاص است که الله حقوقش از سر شما واجب کرده، اما طاعتش داخل حدود شریعت چیسته قابل اطاعت است. وقتی که اگر تو را گفت که اینی کار بکن خلاف امر الله و پیغمبر بود ایرا قطعا عملی نمیکنی. جماعت نرو، برو در جماعت. جهاد نرو و موقع و ضرورت برای جهاد است، گپی پدر و مادر را در اینجا قبول نمیکنی. چرا که فرمانی از او خلاف فرمان الله و رسول الله است. از او خاطر افغانستان ما از دست جهالت و نادانی در اینمی سرحد رسید. چقدر مردم ما در تنظیم جنگی کشته شده.